سلام دوستان، حالتون چطوره؟ با من همراه باشید. دوستان شنو معنا كلمة خلي بالفارسي؟ أحسنت، يعني بگذار أو بالآمية نقول بذار. بذار مثلا بگذار بیایم أو بالآمية بذار بیام. بگذار بروم أو بذار برم. بگذار ببینم، خلی اشوف. بذار بپرسم، خلی اسأل. بذار کمی استراحت کنم، خلی ارتاح شوي. بذار امتحان کنیم، خلی نجرب. بذار بخوابه، خليه ينام أو بالفصحى بگذار بخوابد. بذار فکر کنم، بذار فکر کنم. بذار بخوانم، خلی اقرأ. بذار بنشینم، خلی اجلس. بذار کار کنم. هسه انتو ترجمو.